بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، بعد اون که بحث ها آید این یا اون مسئله و اختلاف نظرها به میان اومد و بعض پدیده های نامطلوب ظهور کرد که از نام اسلام ببرایند و اسلام را بدنام میکنند یا از نام اسلام مردم را حکم به کفر میکنند و به همین مانند فکرها. اینجا خواستم درباره پیدایش فرقه های اسلامی، پیدایش چگونه فرقه پیدا میشه، چگونه فرقه های نو ظهور میکنند صحبت کنم. از امیر مؤمنان عمر بن الخطاب، یعنی اولین شخصی که به همین لقب امیر المؤمنین خطاب شد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. آمده است که گفته است یا گفته‌اند کسی که جاهلیت را نشناخته اسلام را نشناخته است. یعنی کسی جاهلیت رو نشناخته باشد اسلام رو نشناخته است. این به معنای اون است که یعنی شخصی که تلخی و خواری شرک و کفر و بدعت رو دیده است وقتی هدایت می‌یابد فعالیتش و نگاهش تماما دیگر میشه. یعنی شخصی که از ظلمات کفر، از ظلمات شرک، از ظلمات بدعت به سوی روشنایی اسلام هدایت می‌یابد قدر هدایت رو خوب می‌داند. یعنی این سخن خیلی سخنی معنا دارد. و از نعیم بن حماد استاد امام بخاری پرسیدند که چرا اینقدر علیه جهمی ها تاختداز میکنید؟ گفتن که من از اونها بودم، یعنی با اونها آشناتر هستم، میدونم چگونه مثلا فکرهای غلط دارن، فکرهای خطا دارن، فکرهای کفری دارن. گرچه که امروز بعضی ها این لقب رو به هر کی ها به هر کس یا به هر گروه اطلاق میکنن، نوجو اطلاق میکنن، نو انصافانه اطلاق میکنن، اما جهمی ها اصلا ان شاء الله در حلقه آینده در اطرافش صحبت خواهیم که کی بودند اصلا. بنابراین دانستن بدی، دانستن شر این چیزی مهم است تا اینکه ما از اون بدی حذر کنیم. چخیلی که از حذیفه بن الیمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که میگفتند که صحابه می آمدند و درباره نیکی ها میپرسیدند، من باشم درباره بدی هایی که در آینده شدنش ممکن است از اون بپرسم تا اینکه به اون بدی واقع نشوم. بنابراین دوستان برای به حقیقت رسیدن در این مسئله باید که ما به تحلیل کردن و دانستن و تاریخ پیدایش این فرقه ها دست بدیم که اینا از کجا پیدا شدن. یعنی میشه که یک چند سوال مهم علمی رو در اینجا مطرح کرد که کی پیدا شد، به دستی کی پیدا شد، به دستی کی رونق یافت، به دستی کی نقد شد و به دستی که نقض شد و حالا هم دوام دارد یا دوام ندارد. خب این بود پرسش های علمی. یعنی که اگر ما به فرقه و پیدایش فرقه ها نظر کنیم، یعنی عامل های هست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره که سبب می شود همین نمود فرقه ها و گروه ها پیدا شوند. برای فهمیدن نوع خیلی البته باید تاریخ را بدون تاریخ نمیشد که با اونها سر و کار داشت. برای چی آموختن فرقه ها مهم است؟ علما در اینجا دو عامل اساسی را ذکر میکنن. میگن که تا اینکه به خطاگی اونها واقع نشن. خیلی بوده بالا حدیث حذیفه را اشاره کردیم، میگه هم از نیکی میپرسم من از بدی میپرسم تا اینکه به خطاگی واقع نشن. عامل دوم باشد شناختن چنین فرقه ها سبب میشود که از بدی ایشان امین مانیم، خصوصا اون فرقه هایی که نقشه های دارند برای نابود کردن مخالفان فکری خود، مثل خوارج و رافضی و دیگرها که نقشه ها دارند برای خاطر نابود کردن و از میدان و از ساحه دور کردن مخالفان فکری خود. خب پیش از همه فرق بین فرقه و مذهب چیست؟ همین سوال هم برای ما بسیار آمد که چرا شما بعضی رو فرقه می‌نامید بعضی رو مذهب نامید. برای همین اول باید که فرق بین این دو چیز را بیان کرد. دوستان عزیز، فرقه عامتا به اون مخالفان گفته می شود که در اصول دین یا یگان ثوابت دین یا در یگان مسائل عقیدوی فکر شاذی را گرفته‌اند، یعنی فکری که از نرم‌های عام شریعت بیرون است، از اون پیروی میکنن. اینها رو فرقه میگن. مثلا خوارج آمدن انسان‌ها رو به گناه تکفیر کردن. ما برای چی خوارج رو فرقه میگیم؟ برای اینکه آنها از جماعت مسلمین جدا شدند و فکری نو اختراع کردند که آن فکر این انسان را با گناه تکفیر کردن یا اینکه کافر شناختن، یا اینکه آمدند و گفتن که زن حائض باید که نمازش قضا کند
هم علیه نص رفتن و هم علیه اجماع مسلمین به این فکر خود، یعنی که از جماعت به این فکر یک ثوابت شرعی را عکسش برآمدند و فتوای غلطی دادن. یا مثلا روافض میبینیم که امامت را آمدن اصول دین قرار دادن، در حالی که امامت یک مسئله فرعی هست و منکر آن را کافر شناختند و امامی که خودشون در ذهن خودشون ساختن و این را معصوم گذاشتن مثل پیامبر، یعنی انسان بی خطا و بی سهو و بی فلان است گفتن و او را منتخب از جانب خدا دونستن، در حالی که مسلمانان گفتن که این مسئله امامت مسئله فرعی بودن، مسلمانان خداشون اختیار میکنن که کی برای آنها شایسته است، برای سروری آنها، برای رهبری آنها. اما اینها آمدن علیه اجماع مسلمین، علیه جماعت مسلمین فکری نوی بدعتی را مطرح کردن که بعد از پیغمبر باید جانشین از طرف خدا انتخاب شود. یا معتزله آمدن مثلا فکر را مطرح کردن به نام منزله بین المنزلتین، یعنی انسانی که گناهکار می شود گفتن از ایمان میبرد لیکن به کفر داخل نمی شود، یعنی منزله بین این دو منزله یک چیزی رو اختراع کردن که این شریعت اصلا نگفته است. برای همین اینها رو فرقه گفته میشد عزیزان بیننده. اما مذهب باشد این یک اختلاف در مسائل اجتهادی هست، در یک مسئله که فقها مثلا آمدن رأی خودشون رو گفتن یا فهم خودشون استنباط خودشون از آیات اونجا میگن، این مثلا بگیم که اجتهاد فقهی بوده، در اصول دین همه اونها یک هم، مثلا همین 4 مذهبی که ما داریم حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، همه اونها در اصول، در اساس دین، در عقیده یک عقیده دارن. و مثلا اومدن گفتن که بعضیشون گفتن که فاتحه خوندن فرض است، بعضی گفتن که فاتحه خوندن واجب است، بعضی اومدن گفتن که در طهارت مثلا فلان عمل سنت است، بعضی گفتن که نه این عمل فرض است. یک مسئله اجتهادی و استنباطی است که یگان مشکلی ندارد و این درش خیلی وسیع است. سوال میشه که بعد از پیامبر اولین اختلافی که شد چی بود؟ مثلا شهرستانی صاحب کتاب الملل و النحل که متخصص در دین شناسی و مذهب شناسی و فرقه شناسی است، یک چند مسائل رو گفته، از اونجا از جمله مسئله اون نامه‌ای که مثلا نوشته نشد یا اینکه درباره لشکر اسامه را آورده است، گفته است که خود مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله، آیا پیامبر وقتی مردن مثلا حضرت عمر هم گفتن که پیامبر نمرده است، پیامبر باز میگردد، یعنی همه خیلی اختلاف شد بین صحابه، لیکن این اختلاف همش حل شد. مثلا مکان دفن پیامبر، بعضی گفتن مکه بریم، بعضی گفتن که بیت المقدس بریم، بعضی گفتن مدینه بقیع کنیم، بعضی این مسئله رو حل شد. مسئله جانشینی پیامبر است، یعنی این دیگر جانی که مسئله همین است، یعنی کی باید جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. پیامبر نص آشکار درباره جانشینی نگذاشتند، اگر میگذاشتند اختلاف نمیشد. خود اختلاف نظری صحابه در مسئله کی باید جانشین باشد دلیل برای میگن که اون مثلا صحابه‌ای که در مدینه بودن اقلا روزی که انتخاب کردن، مثلا خود 10,000 تا 12,000 نفر بودن، همگی میدونستن که پیامبر کسی رو جانشین نگذاشتند، چون که اگر جانشین میگذاشتن این اختلاف بین اونها سر نمیزد. بنابراین میگن که اگر اشاره یا نص می بود اصحاب اختلاف نمیکردن. در سقیفه بین ساعده انصاری ها جمع شدن تا اینکه جانشین پیامبر اختیار کنند. خبر به مهاجرا رسید. ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه آمدن و در راه ابو عبیده رو دیدن و 3 نفر آمدن در سقیفه بین ساعده. بین آنها کشمکش صورت گرفت، کشمکشی کلامی صورت گرفت در حقیقت. و ببینید چقدر با آداب بودن. اگر انصاری ها میتونستن بگن که هی این خلافت حق ما هست، پیامبر خونه نداشت ما خونه دادیم، پیامبر فراری بود ما زمین خودمون برای پیامبر کشادیم، دری خودمون دروازمون کشادیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونجا هجرت کرد ما یاردم کردیم، شما مهاجر ما انصار، ما بودیم که شما اینجا توانستید دولت خود بنا کنید، دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم. لیکن این گپ انصاری ها نزدن چون اون مخلص بودن. این چنین عیناً مهاجرا هم میتونستن در اونجا گفتن که شما کی هستید انصاری ها؟ وقتی که ما ایمان آوردیم و شکنجه شدیم، عذاب شدیم، بلال بولی شکمش سنگ موندن، عمار و پدر و مادرش کشتن، خود عمار رو شکنجه کردن، فلان رو شکنجه کردن، ابوبکر زدن دهن و بینیش شکستن، عمر هم اینکار کردن، فلان بسمدان، یعنی میتونستن همین چیزا رو پیشکش کنن برای اونها و میتونن بگن که وقتی که ما اسلام آوردیم شما کافر بودید، اون وقت ما از شما اقلا 13 سال 10 سال 9 سال 5 سال از شما پیشتر ایمان آوردیم، بنابراین ما حق داریم. لیکن باز این چیز بین اونها نشد چون که اینا مخلص بودن. نه انصاری ها منت کردن خدمت خود را، نه مهاجرا سبقت خود را منت کردن.
این چنین میتونست که اونجا اهل بیت برای هم مثلا گویند که ما علی داریم، ما اگر علی را جوان گوید برای ما عباس است که مثلا قریب که هم سندی ابوبکر بود و سندش هم به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک بود، به ابوبکر نزدیک بود، لیکن اونها را این کارو نکردن. خب یعنی اونها از ریا دور بودن. خلاصه ابوبکر و عمر رضی الله تعالی آمدند و حدیث الائمه من قریش رو دلیل کردن، گفتن که امام ها یعنی که باید که جانشینای پیامبر از قریش باشن و انصاری ها که این حدیث رو شنیده بودن همه که قبول کردن. یعنی حدیث رو تنها ابوبکر اونجا گفتگی نیست، چخالی که بعضی دروغگو میگن. این حدیث اونجا از ابوبکر روایت است، از حضرت انس هم، از معاویه هم، از ابن عمر هم، از ابو هریره و دیگر صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم که یک چند نفر اونها انصاری هستند. خب با همین وقتی که نص که اومد از پیامبر، حدیث که اومد، صحابه چگونه همه دیگه تن دادن و سر خم کردن در نزد سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که امامت از قریش است، چون که انصاری ها قریشی نبودن. ابوبکر بیعت شد رضی الله تعالی عنه، انسانی که سبقت داشت، یعنی که همه او رو دوست می داشتن، موضع رضاگی مردم بود، رفیق غار پیامبر بود، یعنی انسانی که اولین شده مسلمان شده بود، تمام مالش فدای اسلام کرده بود. تا همون شطوری که با اون پیامبر به مدینه هجرت کرده بودن، شطور را ابوبکر تهیه کرده بود برای پیامبر علیه السلام. خب دیگه مردم به همین نفر که سر فرود آوردن. بغیر از روایتی است که سعد بن عباده اول این کار کرد، بعد از اون بیعت کرد. بعضی روایت‌ها که این چنین علی بن ابی طالب دو بار بیعت کرد، یکی روز دوم، یکی بعد از وفات فاطمه رضی الله تعالی عنها. سپس ابوبکر وقتی که در بستر مرگ قرار داشت، وقتی که آدم زیارت می‌آمدند با اونها مشورت میکرد در موردی اون که عمر را بعد از خودش خلیفه گذارد. و اکثر صحابه گفتن که خیلی ما راضی هستیم. بعضی گفتن که خیلی انسانی است که بسیار سختگیر است، لیکن ابوبکر گفت که من پیش خدا میرم، من پیش الله تعالی میرم، میگه که من سختگیرترین بندهای تو رو در دین برای بندات خلیفه گذاشته آمدم. یعنی ابوبکر آماده بود که تحمل کند همین عواقبی همین اختیاری خودش را. این صحابه گرفتن دیگه، هیچ کم نمیتونه در زمان عمر گفت که عمر، یعنی که میتونه گفت که من از عمر سزاوارترم در زمان، که در فضیلتش خیلی احادیث زیادی اومده است و موافقات عمر در مثلا بعضی آیات قرآن هم در خیلی اسباب نزول نیز آورده شده است. بعد اینکه عمر بن الخطاب رو ابوالعلای مجوسی کارت میزند و حضرت عمر در بستر مرگ بدن، 6 نفر را وظیفه‌دار و عهده‌دار کردند، از جمله علی، عبدالرحمن، سعد و طلحه و زبیر و عثمان را که شما 6 نفر میشنید، از بین خود 1 نفر رو خلیفه انتخاب میکنید. این چون که اصحاب سبقت بودند، یعنی اونها از جمله سابقون بودن همه اینها. خب دیگر اونها نشستن و عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه رو انتخاب کردن. عثمان بن عفان انسان بسیار لطیف، انسان مهربان، انسان نرمخو بود و بعضی نابکارا با بهانه اون که عثمان خشتبار خودش را وظیفه داده ایستاده از سر صداقای کردن، اعتراضای برآوردن و خلاصه آمدن شوریش کردن، حضرت عثمان را شهید کردن. حضرت عثمان مظلوم کشته شدن در حقیقت. و تا یک روایت هست که حضرت عثمان وقتی اونو شمشیر می‌برداشتند و کشتنی بودن، گفتن که بعد از من، گفتن شما هیچگاه از قفای یک امام نماز خونده نمیتونید، چون که بعضی حدیث ها و اشاره های از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده بودن که عثمان گویا که همون دری فتنه است که میشکند. خلاصه دوستای عزیز، بعد از عثمان مردم اومدن علی بن ابی طالب رو انتخاب کردن رضی الله تعالی عنه. تو حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.